16 متفکر بزرگ جهان درباره هدف از زندگی چی میگویند؟ هدف از زندگی واقعاً چیست؟ نفر میگوید یادم میآید که این سوال را وقتی همی خانواده دور هم شام میخوردیم، خواهرم از پدرم پرسید و فکر میکنید پدرم در جواب این سوال چی گفت؟ چرا چون این سوال دشوار میدهی؟ بله، این هوشمندانه ترین جوابی بود که شاید پدرم میتوانست در پاسخ به پرسش بدهد که خودش هم دقیقاً جوابش را نمیدانست. این پرسش و هزاران پرسش دیگر درباره هدف از زندگی ممکن است ذهن شما، من یا هر کسی دیگری را به خودش مشغول کند. چرا اینجاییم؟ ماهیت زندگی چیست؟ پول درآوردن و پول خرج کردن. چرا 15-16 سال از عمرمان را صرف درس خواندن و آموزش میکنیم؟ حدود 80,000 ساعت کار میکنیم و در نهایت چرا تولید مثل میکنیم؟ و چرا بعد از ما نسل بعدی و نسل بعدتر هم همین کار را ادامه میدهند و این روند همچنان ادامه دارد؟ اگر دلیل هیچ کدام از اینها را نمیدانیم، پس چرا انجامشان میدهیم؟ باید هدف بزرگتر و ارزشمندتر وجود داشته باشد. با من موافق نیستید؟ برای رسیدن به پاسخ مناسبتر به سوال هدف از زندگی چیست و رفع این سوالهای پیچیده، به این سوال با ما و این نوار همراه باشید. قصد داریم پاسخ 16 نفر از کسانی را که به این پرسش پاسخ گفتند و به نظر می رسد هدف از زندگی خود را یافته‌اند با هم مرور کنیم. از تمام این افراد فقط یک سوال پرسیده شد: هدف از زندگی چیست؟ و باید اعتراف کنیم که بسیاری از پاسخها فراتر از یک جواب هستند. دوستان عزیزم، توصیه میکنیم جوابها را با دقت گوش کنید. من هنوز هم هر بار این جوابها را میخوانم به شدت تحت تاثیر قرار میگیرم. دلای لاما گفته است: شاد بودن هدف واقعی زندگی است. دلای لاما با نام تنزین گیوسا در حال حاضر راهبر بودایان تیبت است. واقعاً لقبی است که به راهبران بودایان داده می شود. تنزین گیوسا یک طبیب روح است و پیامی همیشگیش صلح و شفقت برای تمام مردم دنیا است. من معتقدم میگوید هدف واقعی زندگی شاد بودن است. هسته وجود ما قناعت است و من با توجه به تجربه ناچیزم دریافتم هرچی بیشتر به خوشحالی دیگران توجه کنیم، احساس خوبتری درونیمان ایجاد می شود. حس محبت به دیگران خود به خود ذهن را آرام می کند و ترس و ناامنی از شما دور می شود و این احساس به شما قدرت می دهد با هر گونه مانندی که با آن روبرو می شود مقابله کنید و این منشأ اصلی موفقیت در زندگی است. چون ما تنها موجودیت روی زمین نیستیم. این اشتباه است که همه آرزوهایمان در شادمانی خودمان خلاصه شود. البته می باید بیرون از خودمان به دنبال خوشحالی باشیم. این رمز گسترش آرامش درونی است. و استیو پاولینا در این سوال چنین جواب داده است که هدف از زندگی کشف و تجربه است. استیو پاولینا در 19 سالگی در یک اشتباه شخصی زندان شد ولی تصمیم گرفت به دنبال رشد شخصیت خود برود. در نهایت تبدیل به یکی از بزرگترین وبلاگ نویسان موفق دنیا در زمینه توسعه فردی شد. اگر میخواهید سری به وبلاگ او بزنید، میتوانید تنها با همین نام یوتیوب کانال او را ببینید که در این باره او چه سخنهایی دارد. وایرون کیتی میگوید برای درک بهتری این که هدف از زندگی چیست، باید بدانیم واقعا هدف از زندگی چی چیزی نیست. وایرون کیتی فردی به شدت افسرده بود که دست به خودکشی هم حتی زده بود، اما زمانی که به درستی درک کرد چگونه میتواند زندگیش را تغییر دهد، توانست به تمام رنجهایش غلبه کند. چیزی که او درک کرده بود این است که زمانی که افکار بد را باور کنید باعث ناراحتیتان می شود، اما اگر به آنها اهمیت ندهید دیگر رنج نمیبرید. این یک فرایند بسیار ساده و در عین حال بسیار قدرتمند است، اما مطمئن باشید جواب می دهد.
من به شدت توصیه میکنم که فقط خوب فکر کنید. کریس گیلبو میگوید هدف از زندگی شاید یک جفتکش و گربه ها باشند. جواب کریس شاید کمی عجیب باشد، اما تعجب نکنید چون خودش هم آدمی خاصی است. او نمونه زنده و واقعی کسی است که میتواند به شما ثابت کند دلیل ندارد در زندگی از همان رؤیای پیروی کنید که دیگران پیروی میکنند. ضرورت ندارد مثل دیگران باشد. این مرد یاغی معتقد است اگر بخواهی میتوانی اجازه ندهی هیچ عامل بیرونی تو را محدود کند و بال و پرت را ببندد. این مرد تمام کشورهای دنیا را گشته است. پس طبیعی است که حداقل یک دو راز درباره زندگی بداند. کریستی موری باشد میگوید تنها هدف زندگی که میتواند ارضا کننده روحی آدمی باشد عشق است. اجازه بدهید آنچه روحتان را لبریز از شادمانی میکند راه را به شما نشان بدهد. این تمام کاری است که باید انجام بدهید. فرصتها را راهبری کنید. کریستی مهارت جالبی دارد. فقط کافی است به یک نفر نگاه کند تا بفهمد او هدفی در زندگیش دارد یا نه. او یک انرژی درمانگر، پیشرو و همین طور یک متخصص کشف شده است. رسالت او در این جهان فرستادن عشق و انرژی مثبت برای همه انسان هاست. سیلور باشد میگوید خداوند به ما قدرت تصمیم گیری و اراده داده است، اما باید از قلبمان برای یافتن آن استفاده کنیم. اگر روز در شهر نیویورک مردی را دیدید که زیرپوشش را دور یک حیوان پیچیده و پرسه میزند، آهنگهای سرگرم کننده میسازد و به شما میگوید دم را غنیمت بشمارید، بدانید سیلور را دیده اید. او یک آرتیست خیابانی شناخته شده است، اما معمولاً با یک دیوانه اشتباه گرفته می شود. به جرأت می توان گفت سیلور که پیام‌آور عشق و زندگی کردن در لحظه و اکنون است، در شهری سرآدم مثل نیویورک از همه عاقل‌تر به حساب می آید. رالف سمارت باشد به این سوال چنین پاسخ داده است که هدف از زندگی تبدیل شدن به بهترین نسخه خود است. باور دارم هدف از زندگی این است که به بهترین نسخه خودمان تبدیل شویم گفته است. رالف کسی است که عمیقاً در مفهوم زندگی غرق شده است و ما را تشویق می‌کند و تمام تصورات و با ادراکمان فراتر برویم. او از طریق کانال یوتیوبیش به نام اینفینیت وارتیز و افراد کمک می‌کند تا بتوانند آگاهی خود را گسترش دهند و پتانسیل واقعی خود را به کار بیاندازند. پارکر هاوسر به این سوال چنین پاسخ گفته است که هدف از زندگی کشف محیط اطرافمان است، کشف خودتان و آنچه آموخته، پیروی قلبتان و تکامل معنوی خود باشد. پارکر و دوستانش الکس گامبل و ماکس گاتفیلد افرادی پر انرژی در زندگی هستند. افراد زیاد در شبکه‌های اجتماعی از ویدیوهای ماجراجویانه و پر اشتیاق آنها برای سرگرمی الهام می‌گیرند. می‌توانید ویدیوی 3 سالی مسافرت در 3 دقیقه آنها را ببینید و لذت ببرید. این ویدیو حال شما را خوب می‌کنند و سر شفقتان می‌آورد. می‌خواهم کمی درباره پاسخ پارکر با شما صحبت کنیم. محیط اطرافمان را کشف کنید، درباره جهان بیاموزید، هر کشور دیگری را که میتوانید ببینید، دانش خود را با درک سازوکار ذهن و اینکه چگونه میتوانید توانایی ذهن و استعدادتان را بالاتر ببرید گسترش دهید. خودتان را کشف کنید، ببینید و چه چیزهای علاقه دارید، چه چیزی برایتان خوب است، بزرگترین تفریحتان چیست؟ آیا به معنای واقعی زنده هستید و زندگی میکنید؟ پیرو قلب خود باشید. کارهایی را انجام دهید که خوشحالتان میکنند. روحتان را مثل یک پروانه پرواز دهید و مثل یک جسم شناور احساس ثبت کنید و در نهایت با آگاهی حقیقی در پی تکامل معنوی خود باشید. زیرا واقعیت انسان روحی اوست، نه جسم مادیش، و زندگی که ما میشناسیم فقط یک قدم به سوی تکامل معنوی بشری است.
بنابراین هدف از زندگی این است که برای بهتر شدن هر کاری که می توانیم انجام دهیم و در نهایت با آگاهی حقیقی خود را برای زندگی بعدی آماده کنیم. باری دیونپورت به این سوال چنین پاسخ گفته است که هدف از زندگی آگاهانه و عاشقانه زیستن در لحظه حال، یعنی لحظه اکنون است. بی‌پروا عشق ورزیدن، همیشه آموختن و به دنبال ماجراجویی و رشد بودن و گسترش صلح و مهربانی در تمام طول مسیر زندگی. باری مشتاق کمک به افرادی است که می‌خواهند خودشان را پیدا کنند. او به آنها کمک می‌کند شور و اشتیاقی بیشتری در زندگی داشته باشند. توصیه‌های عملی و کاربردی او با افراد کمک می‌کنند الهام بخش روحی خود باشند و آنها را برای حرکت در مسیری مورد نظرشان هدایت می‌کند. گاری وانیرچوک میگوید هدف از زندگی میراثی است که مثل ستاره شمالی همه خانواده ما را در آینده هدایت خواهد کرد. گاری مؤسس یک کمپانی سریال های بلند و کارفرمای یک رسانه اجتماعی است. او عاشق به واقعیت تبدیل کردن احساسات است. تمام سعی او این است که به انسانها نشان بدهد در این عصر اینترنت هیچ بهانه برای انجام ندادن کارهایی که خوشحالمان میکند وجود ندارد. جستی ماسک باشد میگوید هدف از زندگی طوری استعدادها و محبتهای خود و تلاش برای کسب دانش درونی و ارتقای روحتان در تمام مدت این عمر است. این هدف چیزی است که شما زمان و در جای انجامش میدهید و ماهیت شما را نمایان میکند. این خدمتی است که دیگران به شما میکنند. مراقبت از خودتان در واقع مراقبت از جهان است. کسی که زندگی را این گونه میبیند شخصی است که تصادف اتومبیل او را بیدار کرد. وقتی 8 سال از زندگی مشترکش با کارآفرین برجسته امروز جهان ایلان ماسک گذشت، او حس کرد که نقش او فقط یک همسری خوشگل و جذاب در حاشیه است. پس تصمیم گرفت در سایه همسری موفقش نماند و خودش رهبر داستان زندگی خود باشد و امروز او یک نویسنده با استعداد، قدرتمند و پرشور است. الکس بلیکویل میگوید هدف از زندگی عشق ورزیدن بدون توقع و رسیدن به این باور است که شما همیشه شایسته دریافت عشق هستید. الکس در آستانه پاسخوری عائله‌اش دریافت که باید تغییرات اساسی در زندگی خود را ایجاد کند. هرچند او نتوانسته بود ازدواجش را نجات دهد و آن را تبدیل به یک چیزی خوشحال کننده کند، اما تصمیم گرفت تجربیاتش را در اختیار دیگران قرار بدهد. او در صحیفه خودش آشکارا و صادقانه تجربه‌های سفرهایش را برای ایجاد تغییری مثبت در زندگی با دیگران به اشتراک می‌گذارد. ویل میچل به این سوال گفته است هدف از زندگی خودشکوفایی است. هدف از زندگی خودشکوفایی است، شکل دادن جهان در نگاهمان از طریق دستیابی به آنچه پتانسیل واقعی ماست. ویل از 12 سالگی و از زمانی که به مکتب میرفت کسب و کار خود را ساخت. او یک کارآفرین اینترنتی است و هم اکنون با بهترین دوستش کایل براستارتاپ را به هدف کمک به کاریابی و ساختن کسب و کار موفق برای افراد راه اندازی کرد. پیام اصلی این استارتاپ این است شما نیاز به کار ندارد. جوشوا باکر به این سوال چون گفت که هدف از زندگی خدمت به دیگران است. چند سال پیش جوشوا و خانواده‌اش از شر بیش از 70% از اموال و دارایی خود را از دست دادند. آنها دریافته بودند چیزهای کمتر به معنای زندگی بیشتر است. حالا این معلم به افراد زیادی در سرتاسر دنیا کارهای خیریه انجام می‌دهد که و او به این سوال محض به همین خاطر چنین جواب داده است که یعنی هدف از زندگی کمک رساندن به دیگران است و تا امروز او کمکش را از جهانیان دریغ نداشته است. 16 سوالی بود که هدف از زندگی چیست برای شما پاسخ گفتیم.
باور داریم که نواری ما به شما پسند افتاده باشد. با دیگر نوارهای مرکزی خیرت میماند.